تصور کنید یکی از پرطرفدارترین گروه های فیسبوکی مخصوص ولایت مختار کوهستان بدخشان اینک دو ماه باز ناپدید شده است. زمان بسته شدنش این گروه بیش از 61,000 پیرو داشت و در میدانهای بحث زیر مطلبش صدها و گاه هزاران نفر اشتراک و پیرامون مسائل داغ بدخشان و تاجیکستان بحث میکردند. عزیز مخیرشایف مؤسس و گرداننده گروه تصور کنید در صحبت به پایگاه خبری بامداد گفت این گروه از جانب مأموریت فیسبوک گویا برای ویران کردن قاعده های این شبکه اجتماعی بسته شده است. عزیز مخیرشایف گفت ما حالا به مأموریت فیسبوک و سازمان های دفاع از آزادی بیان مراجعت کرده ایم و تلاش داریم که گروه همان را برقرار کنیم. متاسفانه فیسبوک تا حال یک شرح مشخص نداده است که علت بستن گروه چه بود و ما مشخصا در کدام مطلب کدام قاعده این شبکه را ویران کردیم. فکر میکنم تصور کنید قربانی حمله بدخواهان ما شد. این بدخواهان با فرستادن سیل شکایت ها به فیسبوک نهایت و بستن گروه ما موفق شدند. تا زمان برقرار شدن گروه اصلی تصور کنید عزیز مقیرشایف و همفکرانش گروه نوی را با عین چنین نام در فیسبوک تأسیس دادند که در 2 ماه علاقه قریب 10,000 پیرو جمع آورده است. کارشناسان تاجیک میگویند مأموریت فیسبوک امکان نظارت محتوای مطلب‌های گروه‌های تاجیکی را در این شبکه ندارد، چون که باید کارگران زیادی را به کار بگیرد که زبان تاجیکی را بدانند. به این دلیل گمان می‌رود که مورد مجازات و بستن گروه‌ها و صحیفه‌های علایده تاجیکی را در این شبکه مأموریتش بر اساس یگان الگوریتم از جمله شاید بر اساس شماره شکایت‌ها تصمیم می‌گیرد. در کمتر از یک سال اخیر تصور کنید دست کم پنجمین گروه پرخواننده در سگمنت تاجیکی فیسبوک است که از طرف مأموریت این شبکه اجتماعی بسته شدند. ماه نوامبر سال 2020 فیسبوک گروه من خوجند را دوست می‌دارم را که نیز بیش از 70,000 پیرو داشت بست. مأموران گروه گفته بودند که فیسبوک آنها را به نشر مطلب‌های ترغیباتی ایبدار کرده است. مأموران من خوجند را دوست می‌دارم اون وقت گفته بودند که برای بازبینی تصمیم مأموریت فیسبوک تلاش دارند و به زودی فعالیت گروه را از سر خواهند گرفت. ولی با گذشت قریب 10 ماه این گروه پرخواننده دیگر در میدان فیسبوک ظاهر نشد. ماه ایول سال جاری فیسبوک همین طور ما تاجیکستانیان گروهی را که با نزدیک 190,000 پیرو دومین گروه پرخواننده ترین در سگمنت تاجیکی فیسبوک به شمار می رفت بست. مأموران این گروه بلافاصله گروه نوی را به عین نام ما تاجیکستانیان تأسیس دادند که در یک ماه اول علاقه بیش از 11,000 پیرو جمع آورد. ماه اوگوست فیسبوک گروه اخبار برای افکار از ژورنالیست رجب میرزا که 75,000 عضو دارد نیز بست، ولی او توانست توسط سازمان‌های حامی آزادی بیان گروهش را بعد 3 روز برقرار کند. در سگمنت تاجیکی فیسبوک گروه از همه پرطرفدار گروه با نام اخبار تاجیکستان بود که پرویز تقویف برای تبلیغ رئیس جمهور کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان تأسیس داده بود. اما چند وقت اخیر این گروه نیز در فیسبوک ناپدید شده است. گروه دیگر پرطرفدار در سگمنت تاجیکی فیسبوک اولو گروه اخبار آسیای مرکزی است که 134,000 پیرو دارد. گروه بامداد منبر آزاد نیز با 46,000 پیرو از گروه‌های پرخواننده تاجیکی در شبکه فیسبوک به شمار می رود.